موندگی در چهارهای زندگی خیلی موندم. ما بود شوهرم یکون گپ شود من دیگر چیکار کنم و کجا روم دیگر هیچ کس ندارم که منو جمع کنه برای خونه. برای فرزند سوختم کسل شدم موندم. دادرم من که دادر که من گور میکرد من در گور میمون. دادرم به کسل به هیچ دلش زد. دمی خوابگاه 22 سال شد زندگی میکنم. یا پایم این ولی چیده که چشمونم خیره شده که دیلم برای او دختر ریش میشه که باید مرا پرت افته خانه پدر مادرش رفت. دمو پس تولد میکنه در چهارهای زندگی نمانه من جمع کرده بیارم. نمی خیلی سرگذشتی تلخی من همین است. السلام علیکم. من بیگ نظر و روزیگل یک زنی تنها هستم. من 53 ساله هستم. تنها موندم. همراه شوهرم 22 سال شد من در خوابگاه زندگی میکنم. من برای فرزند شدم خیلی کسلمند شدم موندم. من فرزند ندارم گفته خانه ندارم گفته من دردمند کسلمند شدم برای فرزند سوختم کسل شدم موندم. دیگر نمیدونم چیکار کنم. حاضر درمند شدم که در یگان جای کار کردن نمیتوانم. یا پایم این ولی چیده که چشمونم خیره شده دیلم کسل دیابت قند دارم. من می کنج خانه در موندم تنها. فقط دختر میروم شوهرم میبرد به دسته میگیرد میآید. دمی خوابگاه 22 سال شد زندگی میکنم. روز بعد از زندگیم قین شده است. از اجاره شین هستم. شوهرم یک جا کار میکند 500 معاش میگیرد. اجاره نشین سمی اجاره میتیاده میشیند. من برای جراحی چشمم مبلغ نمیابم که چشمم را جراحی کنم. دیلم کسل عصبم همه جام کسل. دبول جراحی شدم برای گریجه گردن دبول جراحی شدم. منم خیلی کسلی شدم موندم. نفقه پولیم رو دیگر نمیدونم دارو گیرم برای خدا صرف کنم. دیگر نمیدونم چیکار کنم. خانه ندارم که خانم رو فروخته خودم رو توابت کنم. دیگر نمیدونم چیکار کنم. در چهارهای زندگی من موندم. همه خیلی حیران کجا رفتنم رو نمیدونم دیگر چیکار کنم. شوهرم هم او خیلی سلامتیش نقص نیست. جیگرش کسل. ما بود شوهرم یکون گپ شود من دیگر چیکار کنم و کجا روم دیگر هیچ کس ندارم که منو جمع کنه برای خونه. من همه خیلی موندگی در چهارهای زندگی خیلی موندم. نمیدونم چیکار کنم. من دختری امکم بچه‌اش را به فرزندی قبول کردم. دخترک همه خیلی مایده چه بود مایده چه من گرفتم و یک کلان کردم و باید رساندم به شوهر دادم. لیکن زندگیش دیر دوام نکرد. از شوهرش جدا شد. من که خانه نداشتم. دختر مرا پرت افته خانه پدر مادرش رفت. من در زندگی همه خیلی برای دختر سخته موندم. شوهرش قطعی وای نشد. در تغییرشان بوده جدا شدن و گشته خانه پدر مادرش رفتن. مادر همین دخترک از دنیا گذشت. بعدی 4 روز دادرم من که من گور میکرد من در گور میمون. دادرم به کسل به هیچ دلش زد. بعدی زنش 4 روز پس دادر من 50 ساله از دنیا گذشت. دخترک رو دخترک رو دویم برای خانش ویران شد. دخترک حامله دار در چهارهای زندگی. دخترک همه خیلی ماند حیران. و شوهرش فهمید که پدر همسایه بود. پدر مادر مردنش فهمید. دخترک نمیانه رخ کرد با همون زنی خودش را گرفت. دخترک دیگر نمیدونم چیکار میکنم. من که خانه ندارم که اینجا در خوابگاه بیارم که من وای نگاه بین کنم. من خودم محتاج شدگی دیگر وای دختر آوردن نگاه بین فرزندش نگاه بین کرده نمیتوانم. من خودم معاش نمیابم که دارو بگیرم. من اون دختر رو چخیل آورده اینجا نگاه میکنم. فرزند چه خود چه همه خیلی سرگذشتی تلخی من همین است که من همه خیلی شیدن درد من کسلی شیدن موندم برای فرزند سختن. انا که دختری که بعد شوهر گردن گشته بیایه دیگر یکون جا نمیخونجد. من که شرایطی ندارم که وای آورده در خوابگاه نگاه بین کنم. دیگر نمیدونم چیکار کنم. وای دختر من نزایده باشم. من کلام کردم. دیلم برای او دختر ریش میشه که وای
حامله کرده و پسر پرت افتکش با هم زنی خوچه گرفت. دیگر دختر حیران مانده. خیلی دلم میسوزد چیکار کنم که خانه ندارم که من وای آورده نگاه بیکنم. از شما التماس میکنم که به من کمک کنید که همون دختر نمونه حیران نالان کودکش در دستش یگانجا نماند و بعد که خانه مثال اکایی ویدن نمیگنجد. پدر و مادر همه را میگنجاند که دخترم خیلی موندگی نمیدونم چیکار کنم. برای من هر روز یک بار میسوزم و علم میکنم. کاش خانه میداشتم میآوردم همینجا نگاه بین وای من نگاه میکرد من وای نگاه میکردم. که افسوس که سرپناه ندارم که وای بیارم نگاه کنم. دیگه نمیدونم چیکار کنم. دما پس تولد میکنه در چهارراه زندگی نمانه من جمع کرده بیارم وای من نگاه کنم. من وای نگاه کنم تا هستم که چشم ما پوشیدن. من وای نگاه کنم وای من نگاه کنم.